ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 65. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. موسفیدان در راه رد کردن سببهای او گفتند: علمی که شما حاضر دارید از علمی صدها ملای ختم کرده زیاد است. در ما ملاهای ختم کرده امام شده بودند که یک خطی از یگان جای آمده را خوانده نمی توانستند. از زبان ما خاک پاشان دهقانان به جای دعای و سلام نوشتن آن سو ایستد، به نوشتن نام خودشان هم قادر نبودند. اما شما نه تنها خط و سواد دارید، حتی از درونتان غزل می برارید که این هنری شما مرد و زنی دهه ما را به شما عاشق کرده است. ملا وفا با شنیدن سخنهای آخرین دهقانان در دل خود می گذراند: چی می شد که آن معشوقه غایبانه هم به من عاشق می شد؟ در آن وقت پدرش ندهد هم خودم گرفته گریخته برده در پیش یگان قاضی نکاح کرده می گرفتم و به سبب این عشق دو طرفه خوشبختترین آدمان دنیا می گشتم. موسفیدان در راهی رد کردن سبب دویوم امامشان که بی خانه و جای بود گفتند: از وجه خانه و جای شما غم نخورید. ما شما را به کسی داماد می کنیم که خانه های تیار دارد. شما خانه داماد شده کدام آن خانه ها را که خوش کنید در همان خانه با عروس زندگانی می کنید. ملا وفا فکر کرده دید که در آن دهه غیر از ارباب نعیم کسی نیست که حولی سیرخانه داشته باشد. حولی های دیگر همه ویرانه بوده. یک یا دو خانه عاقل مانند دارد که در یکی از آن خانه ها تمام اعضای عائله نشیند، در دیگرش گاو و گوساله می بندند. بنابراین به موسفیدان گفت: پرسیدن عیب نیست. شماها به پدر عروسی من کی را مناسب دیدیدان؟ به دامادی شما همه دخترناک ها طالب می باشند، لیکن ما کسی را پدر عروس می کنیم که به شما مناسب باشد. مثلا اگر ما ارباب نعیم را به پدر عروسی شما مناسب بینیم چی می گویید؟ با شنیدن این تکلیف هوش از سر ملا وفا پرید. او به تاریخ خود هیچ باور نداشت که آن معشوقه غایبانه با خودش همخانه شود. او در دل خود می گذراند: عجب نیست که این موسفیدان به من شوخی کرده مرا بازی می داده باشد. بنابراین به آنها گفت: ایها، من کی و ارباب نعیم کی؟ آن کس دخترشان را به کسی می دهند که به خودشان در مال و دولت و آبروی هم کجاوه برابر باشد. آن کس هیچگاه به من بر این ملای پایلوچ دختر نمی دهند. هرچند از من نگوییتان گفته باشند هم گفت:
یکی از مویسفیدان. ما برای دل شما را پر کردن راستی گپ را می گوییم که خودشان ما را با همین مقصد به پیش شما فرستادند. آن کس ما را جیغ زده برده ضیافت کرده به ما گفتند من از دولت دنیا هیچ کمی ندارم. اکنون می خواهم یگان ملا را به خود خانه داماد کرده دولت آخرت را هم به دست درآرم. هرچند فکر کردم از امام خودمان بهتر ملایی به نظرم ننمود. بنابراین شمایان را دردی سر داده جیغ زده آوردم که میان روی کنیتان تا که آن کس عاجزه ام را به کنیزی به زنی قبول کنند. اما برای بعضی ملاحظه ها از طرف من شنیدن این تکلیف را به آن کس نفهمانده از طرف خودتان کار را پزانیتان. یک مویسفیدی دیگر علاوه کرده گفت شما برای توی هیچ تشویش نکشید. همه خراجات را برای خرسندی شما و دخترشان خود ارباب می کند. کار این طور باشد گفت ملا وفا. سخنی ارباب بر این صاحب همت علم دوست را شکستن بی حرمتی و کفران نعمت می شود. شمایان قبول و سلامی مرا به ارباب رسانیتان. من وعده می دهم که به آن کس نه فرزندوار بلکه غلاموار خدمت کرده با این راه کم هم باشد منتداری خود را معلوم نمایم. مویسفیدان رفتند، اما هنوز ملا وفا به خودش رو آوردن این خوشبختی ناگهانی را باور نمی کرد و در دل خود این که می بینم به بیداری است یا رب یا به خواب می گفت. چشمان خود را مالیده و کلان کلان کشاده به هر طرف نگاه می کرد. همه چیز را می دید. باز باوریش نمی آمد. عجب نیست که خواب باشد. خوب اگر خواب باشد الهی از این خواب شیرین تا قیامت بیدار نشوم تا که تلخی هجران را دیگر نچشم می گفت در دلش. در حولی ارباب توی کلانی برپا شد. و داماد هم آشی توی با لعلی های پرحلوا و سر و پای دامادی یک رخت لباسی پرره آمد. اکنون هیچ شک و شبهه نماند که خوشبختی عاشق دل سوخته در بیداری بوده است. شب ملا وفا را با لباسهای نو آراسته جوانان دیهه ها لیلی 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 گویان و غزلخوانان به حولی عروس بردند. بعد از مراسم نکاح و سلام نامه خوانی او را به پیش عروس در آوردند. عروس در پسی پرده چمیلیق راست ایستاده بود. چشم داماد همین که به هیکلی در زیر پرده پیچانده شده عروس افتاد به لرزه در آمده مدهوشوار به زمین غلطید. اما بی مناسبتی این حالت را حس کرده و از زنانی تماشابین که هر یک حرکتی داماد را با دقت از نظر گذرانده ایستاده بودند شرم داشته برای اصلاح کردن خطای بی اختیارانه خودش روی خود را به پای مسیحداری عروس مالید. گویا که اون نه بی طاقت شده بلکه برای اظهار حرمت عاشقانه کردن به اختیار خود به پای عروس افتاده بود. عروس در جواب این حرکت شاعری لیریک سری او را با پایش دورتر تیله داد. هرچند این کاری عروس یک درجه دغلانه و از طرفی یک دلارامی نازنین نامناسب بود، داماد این حرکت او را به بی تجربگی و خردسالیش حمل کرده به دل خود گران نگرفت و از جایش جسته خیسته به پهلوی عروس راست ایستاده با دو دستی پرآداب خواست که پرده را از روی او بردارد تا که زودتر جمالی جهان‌آرای او را دیده چشمی در علم هجران خونگریسته خود را آب دهد. اما عروس
با دو دستی خود پرده را برویش چنان محکم پیچانده نگاه داشته بود که برای کشادن زوری دستی داماد نرسید و در پیش خود قرار داد که از نوگ خمیر فطیر گویان امشب به بوسیدن دست او قناعت کند و بوسید. فردای آن شب به حجره مسجد اهالی دیه یگان یگان آمده امام را تبریک می کردند. میان روان و بعضی جوانانی که به او گستاخ بودند بعد از تبریک چگونه بودنی عروس را از وی می پرسیدند. او شرم می کرد که به این پرسیش امشب روی عروس را کشادن نتوانستم و هنوز ندیدم گوید، بلکه در جواب معشوقه خیالی خود را به طرزی که در خیالش صورت بسته بود تصویر می کرد. اما شنوندگان خصوصا جوانان با شنیدن این جواب تبسمی استهزاءآمیز کرده می ماندند. شب دوم داماد به دیدن روی عروس کامیاب شد، لیکن کاش که کامیاب نمی شد. همین که چشمش بر روی او افتید قریب بود که غصه مرگ شود. روی پر از داغی نغزک و مانندی روی مرده بینور، بینی پستی پچقی پچق مانند، چشمانی مانندی چشمانی از شیشه تیره ساخته شده بی حرکت و بی میژگان به نظرش نمایان شدند. به بالای اینها استخوانی صندوقی سینه‌اش تا چنبری گردن به سبب کدام بیماری به طرفی پیش جسته برآمده بود که سرش را راست گرفته و پیش خم کرده نمی توانست. بنابراین کله او همیشه به قفا خم خورده جنبیده می ایستاد. سببی پستی قامتش هم همان بیماری بوده است، نه خردسالی، وگرنه از زوری دستش معلوم شده می ایستاد که سنش از 25 هم گذشته است. ملا وفا همان زمان از پیش عروس برآمده راهی بخارا را پیش گرفت و به شهر در آمده از مدرسه شادیم بی که جای استقامت ایام جوانیش بود حجره یافته در آنجا زندگانی مجردانه سر کرد. لیکن این زندگانی مجردانه آزادانه ملا وفا جوانانه نبود. اکنون او به خواندن شعرهای عاشقانه هیچ هوس نداشت. معشوقه های خیالی را هم هیچ به یادش نمی آورد. حالا هم بسیار شعر می خواند، لیکن شعرهای را یافته می خواند که مضمونی آنها شکایت از فلک، از زمان، از بخت و تالی باشند. شعرگویی ملا وفا از سری نو سر شد، لیکن مضمونهای این شعرهای نوش مانندی مرثیه نامه ها همگی شکایت از فلک، از بخت و تالی و از بیوفایی دنیا بودند. از بس که ملا وفا عموماً از مردم خصوصاً از زن و نام او وحشیانه می گریخت، در دوره دوم شاعریش تخلصش را هم وحشی گذاشت. سبب این بود که به ملا وفا آدمانی بی پروای بی درد بی زن لقب دادند و او از این لقب و عموماً از کلمه زن چنان که از مار گریزند می گریختگی شد. دزدی. در اولهای سال 1894 در مدرسه بدلبیک به من نسبت به احوال آن روزن یک ضرری کلان رسید.
آن وقتها در دست من از کتاب‌های ادبی محمود و ایاز نام دیوانچه بیت برکی، چگونه به دست من در آمدن آن کتابچه در قسم دومی یادداشت‌ها قید شده است، یک منتخبات غزلیات نوایی با دستخط پدرم و از کتاب‌های درسی یک متن قافیه که امانت مؤذن مدرسه آریمجان عبدالفتاح کلابی بود و این چنین یک شرح ملا امانت ظهور مختوم بود. من شرح ملا را برای مطالعه برداشته پیش بیماری سیل علام مختوم رفتم که هم او را خبرداری کنم، چون که بیماری او وزنین شده بود، و هم درسم را از نظر گذرانم. شب در پیش بیمار خوابیده، سحر به حجره خود آمدم که دری درآمد گشادگی است. اول گمان کردم که در وقتی رفتنم از خاطر فراموش کرده در را نبسته رفتم. چون به حجره در آمده شمع را در گیرانده آن سغانه زندگان را از نظر گذراندم، دیدم که در آنجا دیوانچه بیت برکی، منتخبات غزلیات نوایی و قافیه امانت نیستند. معلوم شد که کدام خسدوزی ناانصاف دری حجره ام را گشاده این کتابها را برده است و حالان که همه آنها را در بازاری تیز 5 تنگه نمی گرفتند، اما برای من آن 2 کتاب خزینه نایاب بودند و گم شدن کتاب امانت باشد سببی خجالت می شد. با همه این شکر کردم که خیریت شرح ملای امانت را همراه خود برده بودم و در حجره پلاس و لباسی کارایی نداشتم که دوست برد، اما پریشانی خواص دقیقه به دقیقه زیادتر می شد، چون که مرا فکری به ملا عبدالفتاح چگونه جواب گفتن پریشان حال می کرد. او یک آدمی خسیس و بالای این درشت معامله بود. من پول نداشتم که داده او را راضی کنم. این حسی پیش از وقوع درست برآمد. هنوز آفتاب نبر آمده ملا عبدالفتاح به مدرسه در آمد. من در آن وقت در پیش بیمار بوده و او خوراک می خوراندم. عبدالفتاح لبهایش را لرزانده به آنجا در آمد و به هیچ مقدمه با آهنگی جنگ طلبانه کتابی مرا یافته دیه گفت. هوش از سری من پرید. من در حیرت افتادم که چگونه از همه پیشتر گم شدن کتابش را فهمیده است. خوب، گفتم من، بیمار را آرام کنم به حجره رفته وجهش را به شما می گویم. من هیچ وجه پجه را نمی شنوم. برای من کتابی خودم در کار است، گفت او با آوازی باز هم بلندتر و شوریده تر. پس در پیش بیمار با این انادکار گفتگوزار کردن را مناسب ندانسته زود از جایم خیسته از حجره برآمدم و او هم از دنبال من برآمد. من در روی مدرسه به او یک کاری ناشودنی شد. امشب حجره ام را دوست زده در قطار کتاب‌های خودم کتاب شما را هم برده است. به کدام راهی که شما راضی شوید من به جواب گفتن تیارم. او آوازش را باز هم بلندتر کرده و از دهانش کفک ها پرانده گفت: من می دانم که تو آن کتاب را در کجا باشد پنهان کرده مانده ای و می خواهی که از آن خود کنی. خودت دزد می باشی، دزدی دیگری در این میان نیست. اگر خوش به خوشی ندهی من می توانم که از تو کتاب را زده گیرم. گویان به طرف هیزمی که در آفتاب رویت چیده ماندگی بود دوید و از آنجا یک تراشه را گرفته به طرف من هجوم کرد. من گریختم، او مرا پیش کرد. من در دویدن از او چابکتر بودم. من گریزان مدرسه را دور می زدم، او هم از دنبالم می دوید. همه باشندگان آن مدرسه از حجره هاشان برآمدند.
ظهور مخدوم به او ملایمانه مراجعت کرد: شریک، او با برادرم و ظهور مخدوم در پیش دام الله اکرام شریک درس بود. آرام شوید، به حجره من درآیید، یک اصلاح می کنیم. اما او گوش نمی داد. از میانه ملا بچه ها ملا بابا مراد نام دهنوی عبدالله جانی بود که او هم با عبدالفتاح و برادرم شریک درس بود. او یک آدمی قد پستی کوزه پوشت باشد هم در پهلوانی مشهور بود. او خیرس ملا می شود از ضرب چوب گویان پیشی راهی عبدالفتاح را گرفت. عبدالفتاح دستی آزاند که با تراشه بسری بابا مراد زند، اما او فرصت نداده با دو دستش از میان عبدالفتاح بلند قامت گرفته بالا برداشت و از سرش یک چرخ زنانده بروی فرشی خشتی پختگی مدرسه پشتناکی سخت زد. با همین بابا مراد از او دست کشید. اما ملا بچگانی دهنوی که همسایه دهی تقایی های من بوده، بعضیشان با من شریک درس بودند، برای قد راست کردن به عبدالفتاح فرصت نداده به بالای او هجوم آوردند و او را با مشت و لگد زدن گرفتند. او مانند خرسی کلته خورده ایستاده بانگ میزد. در این وقت برادرم به مدرسه در آمد که او هر روز به پیش ظهور مخدوم آمده همراهی وی به درس خانه می رفت. او این احوال را دیده ملا بچگان را از بالای عبدالفتاح دور کرد. اکنون خرسی وحشی ملا شده رام گردیده بود. برادرم او را از جایش خیزانده به حجره ظهور مخدوم برد. او سرخم کرده بی آنکه چیزی گوید و به کسی نگاه کند نرم نرم قدم می نهاد و در هر قدم دستش را به میانش برده جاهای ضرب خورده اش را می مالید. در حجره ظهور مخدوم برادرم به او از مخدوم 2 تنگه گرفته داد. او بعد از چای نوشیدن اظهاری رازیگی کرده با آنها به درس رفت. اما در راه رفتن هیچگاه از ملا بابا مراد پیشتر قدم نمی گذاشت و می ترسید که او باز به سرش مشت نماند. باشندگان مدرسه می گفتند که این دزدی کاری خودی عبدالفتاح است. به این دعوای خود دلیل کرده همین را نشان می دادند که هنوز از دزدی در این مدرسه هیچ کس خبر نیافته. چی نوع می شود که او در مدرسه دورتر از اینجا فهمیده پگاهانی برای طلب کتابی دزد برده خود می آید؟ در این صورت بیشک و شبهه روشن است که خودش کتاب خودش را با کتاب‌های دیگر دزدیده برده به جای پنهان کرده مانده برای طلب تاوان آمده است. اما من این فکر را باور نمی کردم و در دل خود می گفتم آدمی که 10,000 تنگه پولی نقد دارد برای جنایتکارانه به دست در آوردن 2 تنگه چرا همین قدر دل سیاهی و بی آبرویی کند؟ وقتی که من با زندگی زیادتر آشنا شدم و دانستم که آدمی حریص، خصوصا اگر او سودخور باشد، هر چقدر که بایتر شود همان قدر حریصتر، نظرش پستر گردیده برای به دست در آوردن اندک چیز از هر گونه جنایت و بی‌ناموسی روی نمیگرداندگی می شده است. فکری بالایی را تصدیق کردم که دزد خودی عبدالفتاح است. سیاحتی صحرا.
در تابستان سال 1894 احوال بیمار وزنین‌تر شد. برادر و خویشاوندانش قرار دادند که او را در ایام گرما به یگان صحرا فرستانند که هوای صاف گیرد. شاید این تغییر هوا به صحتی او فایده رساند. با این مقصد برادری بیمار به صحرا رفته در دهه دیشیخ، دهه شیخ، باقی یکی از قدردانان پدرش را برای استقامت تابستانی بیمار معین کرده آمد و مرا به آنجا کوچانیده برده ماند. این باغ در کنار جوی دیشیخ بوده، خیلی آبشار و خوشهوا بود. ما در مهمانخانه سایره آن باغ جای گرفتیم که پیشش گلزار و از پس گلزار سرسبز و در آن طرفی سرسبز درختان میوه‌دار و تالارهای انگور بودند. من در پیش سرسبز آتشدانی ساختم که در آنجا خوراک پگاهانی و بیگاهانی را پخته چای می جوشاندم. از غیر این در بیرون باغ در کنار جوی دیشیخ در زیر قطار بیدهای سایه‌دار صفه‌ای درست کرده در پایان صفه هم یک آتشدانی احتیاطی ساختم. ما روزانه در وقت شدت گرمی هوا بر آن صفه به آب روان چشم دوخته می نشستیم و من طعام پیشینی را هم در آنجا تیار می کردم. در آن طرفی جوی کشت‌های سبزواتی، سبزی، پیاز، کرم و پالیزی، خربوزه، تربوز، زاموچه، کدو پهن شده رفته منظره دلکشایی را در پیش نظر جلوه می دادند. من در آن وقت این دو مصرع زیرین را نوشته بودم: سایه بید و لبی جو پیش کیشت، طرفه مکانیست چو باغی بهیشت. من در وقتهای کتاب خوانش نوشتنی خود در سالهای 1908-1910 حسن زد نام داستانی نوشته این دو مصرع را دوباره کار کرده با آن کتابچه در آورده بودم. نامی آن کتابچه تهذیب و سیبیان بود. ما در آن باغ پگاهانی و بیگاهانی در سرحوض نشسته شبانه بروی صفه مهمانخانه پیش گلزار می خوابیدیم. صاحبی باغ که نور محمد نام داشت یک آدمی قریب 60 ساله بوده، چهره سیاه چتاب، ریشی کلوته سیاهی کم سفیدی و چشمانی سیاهی آبدار لیکن اندوهگین، پیشانه‌ای وسیع لیکن پرچین داشت. در تنش یک جامه کاری نیمپخته سر تا پا دریده بود که از بالای ایزاری پریماق پوشیده میانش را با ریسمانی از روی وی میبست. سری سینه‌اش برهنه بوده، از دریدگی های جامه‌اش دیگر جاهای بدنی سیاه تابش هم نموده می ایستادند. پاهایش هم برهنه بوده، نوگ و روی و کف و پاشنه پاهایش همگی یک رنگ سیاه، چرکین و کفیدگی بودند. پاهایش به نظر چنان می نمودند که گویا از لای شیطه سیاه قالبی پای را ساخته در آتش خشکانده باشند که همه جایش درز و چاک پیدا کرده باشند. دستانی فراخ کفی دراز پنجه این آدم پر از غوز آبیله خشکیده بود که بیننده گمان می کرد کفهای دستش را با انگشتانش مرض اغز پیچانده گرفته است. شما گفتار 65 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.